های جریان اصلی در فرانسه دربارش سکوت میکنند. ارزیابی شما از این سخنان متفاوت چیه؟ شما میدونید که دومینیک دو ویلپن همچنان به هر حال یک مقام حکومتی محسوب میشه. ایشون کاملا حق داره و چیزی که میگه منطقی هست. در واقع ایشون نگاه درستی به این جنگ در غزه داره. این در واقع جنگی است که در برابر نظامیان نیست، بلکه جنگی است که اسرائیل در برابر غیر نظامیان راه انداخته. ببینید 10,000 کشته در غزه، این قابل پذیرش نیست. ما همچنین شاهد هستیم که واکنش اسرائیل به آنچه در غزه میگذره یک واکنش تهاجمی هستش. هیچ دلیلی وجود نداره که اسرائیل به بمباران غزه ادامه بده. اسرائیل در مسئولیت کامل در حال کشتن کودکان و زنان در غزه هست. حتی شکنجه میکنن فلسطینی ها رو سربازان اسرائیلی و آقای دومینیک دو ویلپن کاملا حق داره و در واقع موضعی که گرفته موضع برحقی است. متاسفانه فرانسه، دولت فرانسه که با امریکا هم پیمان هست، در برابر در مقابل مردم فلسطین ایستاده و موضع پاریس در حال حاضر موضع حمایت از اسرائیل هست. فرانسه به اسرائیل اسلحه میده و به اسرائیلی ها در واقع اجازه داده که کشتار رو ادامه بدن و این باعث تأسف است. و آقای دومینیک دو ویلپن در واقع اشاره میکنه که در واقع آنچه در فلسطین میگذره شبیه زمان تهاجم و حمله نیروهای ائتلاف به عراق هست که جنایت هایی هم در اون مقطع رخ داد. و باید بگم که من با اینکه یک فرانسوی هستم کاملا با وضعیت فعلی مخالف هستم، یعنی حمایت فرانسه از اسرائیل. آقای دو ویلپن آقای ولت، همونطور که دو ویلپن میگه دولت فرانسه و غرب ابزارهای مختلفی برای پایان این جنگ داشتن ولی حاضر نمیشن برای پایان کشتار از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی که در قبال اسرائیل دارن استفاده کنند. به جاش 11 ماهه که از اهداف موهوم و غیرقابل دستیابی رژیم اسرائیل حمایت کردن و همینجا نتیجه میگیره که فرانسه با این انفعال و تبعیت از اهداف دیگران نقش خودش رو در جهان از دست داده. نظر شما چیه؟ بله، همونطور که شما هم میدونید در واقع فرانسه به نقش بزرگ تاریخیش پشت کرده. ببینید فرانسه یه زمانی در راستای حمایت از حقوق بشر به جنگ‌های بیفایده و ظالمانه اعتراض می‌کرد، ولی امروز این شاهد هستیم که این وضعیت در فرانسه تغییر پیدا کرده و جنگی که ماها پیش میتونست به پایان میتونست برسه هنوز به پایان نرسیده و اسرائیل به جنگ ادامه میده. جنگی علیه غیر نظامیان در غزه و این یک لکه ننگ هست در تاریخ سیاسی فرانسه و فرانسه دیگه نمیتونه افتخار کنه در واقع به سابقه خودش در حمایت از حقوق بشر و محکوم کردن جنگ ها. بنابراین اروپا با همپیمان تاریخی خودش یعنی آمریکا اسرائیل رو تشویق میکنن به ادامه جنگ و به کشتار زنان و کودکان در غزه و آنها جالبه که فشار میارن به سایر کشورها در خاورمیانه مثل ایران که مخالف این جنگ هستند.
ببینید حمایت‌های آمریکا و فرانسه از اسرائیل هیچ دلیل منطقی ندارند و من فکر می‌کنم باید این امکان رو داد که کشورها با این جنگ مخالفت کنند. خیلی ممنون. یک جای دیگه از صحبت‌های دو ویلپن هم جالبه، اون جایی که در این گفتگو میگه سکوتی که دولت فرانسه و غرب داره انجام میده بی هزینه نخواهد بود و استدلال میکنه که فرانسه و غرب هزینه آنچه در حال رخ دادن است رو با از دست دادن اعتبار و مشروعیتشون خواهند پرداخت. شما درباره هزینه هایی که این سکوت خواهد داشت چی فکر میکنید؟ بله، همونطور که میدونید فرانسه در واقع میلیون ها مسلمان رو در خاک خودش جای داده. جمعیت یهودیان در فرانسه هم به هر حال قابل توجه است. ببینید وقتی فرانسه سکوت اختیار کرده و از اقدامات وحشیانه اسرائیل حمایت میکنه، این یک اقدام علیه بشریت هستش و فرانسه طبیعیه که مشروعیت خودش رو از دست میده و در واقع باید بگم که در فرانسه مردم جمعیت مسلمان ها به هر حال از دولت فرانسه بازخواست خواهند خواست که توضیح بده و این باعث اختلاف در جامعه فرانسه هم خواهد شد. ببینید آنچه در غزه در حال رخ دادن هست با این موضع فرانسه میتونه باعث تنش در جامعه فرانسه هم بشه. فرانسه یک سیاست دورویانه و همراه با نفاق رو داره پیش میبره. در اسرائیل در واقع با اشغال سرزمین ها و در کرانه باختری و با کشتن غیر نظامیان در غزه مرتکب جنایت شده و فرانسه داره سکوت میکنه در برابر این اقدامات اسرائیل و من فکر میکنم در سالهای آینده و در ماههای آینده شاید فرانسه با مشکلاتی مواجه خواهد شد به خاطر این سکوتش. آقای ولت ممنون که همراه ما بودین.